دوست عزیز، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه ما. من امروز میخوام به شما عزیزان طرز تهیه آشک یاد بکنم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین. آشک است، مواد خاصی ندارد. این خمیره که ما همیشه و نان استفاده میکنیم از این خمیر است، گندم است و سوسی که بالای دینمی آشک ما مندازیم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با جداش میکنیم و بهش پر میکنیم و بعد از خمیر ما را خوب نازک کردیم و بارش کردیم که بسیار نازک شود. وقتی که میگیریم دست ما از اون قسمت از طرف دیگه خمیر باید معلوم شود، چون که اگر آشک معتبر باشد اون باز طعم لذیذ خود است. که میبینین ما خمیر خدا به صورت دایره درست کردیم. حالا گندنه رو بهش قسمی که میبینین ما خیلی ساده و راحت است. میتونید شما عزیزان مهمون داشته باشیم و سالت به خانه بعضی روزا آماده کنیم. خیلی از غذای ساده و راحت قسمی که میبینین ما آشک‌ها را در دیگ منطور چیندیم و سر آتش ماندیم زیر شاب که تا آشک‌های ما پخته شود. آن سر دیگ ما رو بسته میکنیم. هر کدام از این 5 دقیقه 3 دقیقه یا 2 دقیقه را وقت در بر میگیره. امیدوار هستم که این ویدیو مورد علاقه شما قرار بگیره و بازم میگم که حتما ما را تاب کنین و لایک زنگوله هم یاد. بعد از 10 دقیقه یا کمتر از 10 دقیقه میگیم که آشک‌های ما چقدر خوبش پخته شده و این حال ما ایرم میکشیم در ظرف ما و آماده برای تقدیم از آشکی که من شما عزیزان آماده کردم. امیدوار هستم که عزیزان این لذت برده باشین و حتما ما را حساب کنیم که تا ویدیو بعدی ما و دست شما عزیزان قرار بگیره. شما را تا ویدیو بعدی و خداوند پاک